اونا یه مشت لباس کثیفن. اینام لباسای مثلا تمیزن که قراره اتو بشن. اینم پرده و پتوهایین که اینم از ماشین لباسشویی بدبخت که داره داد میزنه با صنعتی شدن زندگی مدرن و زیاد شدن مشغله‌های کاری دیگه کمتر میشه مثل گذشته زندگی کرد. همه برای هر کاری یه راهی پیدا کردن جز شستشو و اتو کردن لباس که واقعا وقتگیر و حوصله سربره. تازه بعد این همه ماجرا یا لکه روی لباست نرفته و خوب تمیز نشده یا گوشه یقه آقا هنوز چروکه. خدمات سریع و با کیفیت در خشکشویی افغان، خشکشویی کت و واسکت، شستشو و اتو کردن پرده ها، پوش نارنجه و بالشت، روفرشی، انواع کمبل و غیره البسه تان را به تیم متخصص ما بسپارید. آدرس چهارراهی اسماعیل خان و محبس، ابتدای جاده محبس مقابل ابن سینای 1. شماره های تماس 0711 36 25 51 و 0728 95 54 33.